سلام دوستان، امروز اولین دورهمی ونون مدیا و مصادف شده با تولد یکی از خفن‌ترین متال هدای تاریخ بشر، سعید طاهری. بریم که یه صحبتی داشته باشیم با بچه‌ها، ببینیم کیا اومدن و امیدوارم که ویدیو خوبی بشه. سعید جان، تولدت مبارک باشه. برات آرزوی عمرت بسیار بسیار پربار و طولانی دارم. تولد خفن‌ترین متولد ایرانیه. چرا میخندی؟ واقعا تولد خفن‌ترین متولد ایرانی مبارک باشه. امیدوارم که امسال بسیار سال درخشانی حساب بشه. دمت گرم. اومدیم توی یکی از میتینگ ها و دوره همیای متال هدی. خیلی فضای جالبی داره، خیلی خوش میگذره. بیاین حتما. این بار به مناسبت تولد سعید طاهری عزیز از ونون مدیا هستش. با سلام و درود، من رضا هستم. تو کامیونیتی متال به اسم گرگ متال شناخته میشم. خفن ترین متال هد ایرانی هستم در واقع. خیلی خوشحالم که به بهانه‌های مختلف دور هم جمع میشیم. یه سری افرادی که با کاراکترهای نزدیک به هم، با سلیقه موسیقی نزدیک به هم می‌بینیم، آشنا میشیم. یه سری کامیونیتی خوبی داریم. من پوریا جهانسوزم. میخواستم تولد سعید طاهری عزیزمو تبریک بگم و بهش بگم که مدل ریش تو عوض کن، پوشش تو عوض کن، کادرات تو عوض کن. ونون مدیا خوبه. سلام، نوشاد هستم. تولد سعید جان هست. شب خیلی خوبیه، دور هم جمع شدیم. دور هم توی میتینگ ها خیلی خوش میگذره، هم با همین میگیم میخندیم و حرفی هم باشه میزنیم و یه خلاصه خوش میگذره، همه دور همین. سلام، من ملینام از رادیو ملامیم و تولد سعید طاهری عزیز رو تبریک میگم که همکار قدیمی مونه و همیشه لطف داشته به ما و همکار بسیار خوبیه و همینطور به ونون مدیا تبریک میگم و همین. خوشحالیم که اینجایی. من خودم هم تولد سعید طاهری عزیز تبریک میگم. خیلی داره زحمت میکشه و واقعا با جیب خالی تا الان توی همه سال خیلی زحمت کشیده و امیدوارم که روز به روزم هم پیجش بهتر بشه، همین که کارش موفق باشه. خیلی ممنونم از بچه‌هایی که توی ایران دارن توی این رسانه ها کار میکنن و با این شرایط سخت جامعه و مالی و خلاصه مشکلاتی که هست دارن این موسیقی رو ترویج میدن و یه کامیونیتی مشترکی بین بچه‌ها درست کردن. سلام خدمت همگی، محمد هستم و اولین باره که توی دوره همی بچه‌های راک و متال حضور پیدا کردم و واقعا یکی از فوق‌العاده ترین و بهترین دوره همیایی بود که تا به الان دیده بودم. همچنین تولد دوست خوبم سعید طاهری، دوست چند ساله خوب خودم رو تبریک میگم و براش بهترینا، قشنگترینا، فوق‌العاده ترینا رو آرزو میکنم. لحظه به لحظه زندگیش پر از شادی و خوشحالی باشه. با آرزوی بهترینا برای سعید جان. سلام به همه دوستان عزیز، من ادیتور ونون مدیام. امروز یکی از اولین دوره همی‌های ونون مدیا رو ما داریم برگزار میکنیم که خب مصادف شده با تولد سعید جان، مؤسس ونون مدیا. خیلی حس خوبیه که توی دوره همی‌های حضور داشته باشیم که افرادی که مثل خودمون هستن سلیقه موسیقی مشترکی داریم رو ببینیم، ارتباط بگیریم و در کنار اونا باشیم. درود به همگی، آرش هستم. امروز با جمعی از متال هدای ایران دورم جمع شدیم تا تولد آقای سعید صاحب رسانه ونون مدیا رو با هم دیگه جشن بگیریم. سلام عرض میکنم خدمت کسانی که اینو دارن میبینن. تبریک خیلی ویژه عرض میکنم خدمت سعید طاهری و تیمشون.
خیلی خوشحالیم که سعید طاهری تا به الان تونسته یک کامیونیتی خیلی قوی، محکم، استوار برای ما ارمغان بیاره و اینکه ما رو دور هم جمع بکنه. تولد مبارک سعید طاهری. سلام سعید جان، بابت اینکه منو به تولد دعوت کردی واقعا ممنونم. خیلی خوشحال شدم. تبریک میگم تولدت. امیدوارم که 120 سالت جشن بگیری. بابت اینکه تو این چند سال از زمان حالا پیج ایرانیان راکستار تا حالا مستقل شو و ونومدیا چند سال تونستی که به شنونده ها برسونی صدای اونایی که موزیک مستقل دارن کار میکنن و امیدوارم تو این راه سال به سال موفق تر باشی. درود دوستان، سعید طاهری هستم. خیلی ممنون که تولدم تشریف آوردید. امیدواریم که بتونیم دور همیای بیشتری در پیج ونومدیا بذاریم و بتونیم کارهای خفن‌تری رو خدمتتون ارائه بدیم. ممنونم از شما.